خب رسیدیم به ترک کورتیز و ترک برو برو از آلبوم دام چرسی. تا الان به نظرم که از بهترین آلبومایی بوده که ریلیز شده. اگه بخوام نظر شخصیمو بگم، من تا الان آلبوم دامو بیشتر از آلبوم نسخه هیپوپولوژیست دوست داشتم، با اینکه در کل من از هیپوپولوژیست بیشتر گوش میدم، ولی چرسی ترکوند با این آلبومش، یعنی بهتر از اون چیزی که ما فکرشو میکردیم عمل کرد. اما بریم شروع بکنیم با ترک کورتیز، ببینیم که داستان چیه. چی شد؟ این اسپانسره، قبلیاش اسپانسر نداشت، این یکی فقط اسپانسر داره. فکر کنم دلیل اینکه این ویدیو اسپانسر داره اینه که این اولین ترک آلبومه و به ترتیب که گوش بدین اولین ویدیو در واقع. گنگ والا. پرودوسرم سعید دهقان و شمرونی. چه بیتی زده دهقان و شمرونی. من دیریل خوار مادر اینطوری تا حالا ندیده بودم دهقان بزنم. نمیدونم دیریلش رو شمرونی زده یا دهقان. تو باکس اسنفو فاتح رفارس امسالم خونده است. تو فامیلی برنامه همینه رو فیس گوتی. این رفرنس ترکش با زیرو ترونکید سلپ فاتح رفارس امسال خونده است. من میگه فاتح رفارس امسالم خونده است. فاتح رفارس امسالم خونده است. تو فامیلی برنامه همینه رو فیس گوتی از میاریم پولر. کف مبنا نمیدیم جریمه. تنمه تکویز کسخار فول بک. تو پام ایرفورس همه چی چنیمه. غرزی چینه صدات دیسورد خط نمیندازه رومون حرفای فاتح رفارس امسال. میگه خط نمیندازه رومون حرفای بقیه، بعد اصلا کلمه بقیه رو نمیگه، یعنی میگه در این حد حرفای بقیه به تخمم نیست. نیمه غرزی چینه صدات دیسورد خط نمیندازه رومون حرفای فاتح رفارس امسالم خونده است. تو فامیلی برنامه همینه رو فیس گوتی از میاریم پولر. کف مبنا نمیدیم جریمه. تنمه تکویز کسخار فول بک. تو پام ایرفورس همه چی چنیمه. غرزی چینه صدات دیسورد خط نمیندازه رومون حرفای پایگام گمرونه ولی به دادرس میدم تو شمرون. کونیتر و کبابه که بچه شهرستان پله کف تهرون. نگو اجرای میگیره خندم تاش تباخی تو. این یکی از اصلا قشنگی‌های نسل 4 این بود که رپرها که توش ظهور کردن پر و پخش شدن تو ایران. یعنی رشت داشتیم، مازندران داشتیم، گمرون داشتیم، تهران داشتیم، یعنی همه جا پخش شد. که بچه شهرستان پله کف تهرون. نگو اجرای میگیره خندم تاش تباخی تو سر میدون. بگیم پشت سر نبافن انقدر چرسی سیفه تو فاز پیمون. داریم هیت میشیم ما این فیشتون. صداتون دیسورد میاد کره پیش رو. واسه همه اونا میشه دیگه فقط ما میکنیم دیسریسپکتو. نسجار شده تو رفا لگسی میذاریم احترام میشن انمی. سیبیلا هم با ترکام میخوابن. شدم رکسار کسخار فردی. صدام تو رفا تکین سیبیلا هم با ترکام میخوابن. شدم رکسار کسخار فردی. صدام تو رفا تکینگی به اون ولی بعد فیس سرم اب بلو فیس. بیتو جلوی من پوز تیم تو فقط بیتو بچن. داریم احترام میشن انمی. سیبیلا هم با ترکام میخوابن. شدم رکسار کسخار فردی. صدام تو رفا تکینگی به اون ولی بعد فیس سرم اب بلو فیس. نده جلوی من پوز تیم تو تکی گاییدم اومدم تو وی همه این دایورسیتی که ما داریم از آلبوم چرسی میبینیم به خاطر این ابتکاری که به خرج داده و اینکه اومده از پرودوسر مختلف استفاده کرده که هر کدوم توی سبک خودشون فوق العاده‌ن و واسه همین اصلا به آلبوم روح داده. و یکی از برتری‌های این آلبوم به نظر نسبت به آلبوم نسخه اینه که پرودوسر مختلف هستن، هر کدومشون یه دیدگاه دارن و واسه همین هر ترکی یه سبک خودشو داره. جلوی من پوز تیم تو تکی گاییدم اومدم تو وی همه کپرا واسمون سوژن توی مدیان دنبال چونت میشن نزدیک میمالن خایه دفعه بعد ما میکنیم شوته. فاتح رفارس امسالم خونده است. تو فامیلی برنامه همینه رو فیس گوتی از میاریم پولر. کف مبنا نمیدیم جریمه. تنمه تکویز کسخار فول بک. تو پام ایرفورس همه چی چنیمه. غرزی چینه صدات دیسورد خط نمیندازه رومون حرفای فاتح رفارس امسالم خونده است. تو فامیلی برنامه همینه رو فیس گوتی از میاریم پولر. کف مبنا نمیدیم جریمه. تنمه تکویز کسخار فول بک. تو پام ایرفورس همه چی چنیمه. غرزی چینه صدات دیسورد خط نمیندازه رومون حرفای اومدم دستپور میکوبم لگت. شما خزین جنسیس کوپه کپ میکنین راجبم پشت سر چون جنسیس کوپه نمیدونم هنوزم هست یا نه. یادم اون زمان اصلا من یادم آرزو بود اصلا یه جنسیس کوپه داشته باشم. البته اینی که میگم مال کی بود؟ کنم 12 سال پیش میشه.
شما خزین جنسیس کوپه کپ میکنین راجبم پشت سر چون میدونی دستم ازت دوره ببینمتون هر جای این خاکی تیکه گندتون تو راخ کونه وقت ندارم جدیدم واسه بیفام چون مشکا تو صندوق فوله میدونی که بین نیازامون فونه وقت ندارم جدیدم واسه بیفام چون مشکا تو صندوق فوله میدونی که بین نیازامون فرقه من پای تمرین رو ایم شوتینگ تو همش میمونی لا پرنده ها چون داری کم بود که باشی تو دید 2-3 بار شد بهش کردم گوش. یه داستان دیگه هم که چرسی داشت این بود که تکساش تو این آلبوم خیلی بهتره. همش میمونی لا پرنده ها چون داری کم بود که باشی تو دید 2-3 بار شد بهش کردم گوش زد نشینده گرفت و خوایم و بوسید اگه هنو اون داستان قبله ولش کن چون 2-3 روزی میم گوش زد نشینده گرفت و خوایم و بوسید میگه 2-3 بار شد بهش کردم گوش زد نشنیده گرفت و خوایم و بوسید اگه هنو اون داستان قبله ولش کن چون 2-3 روزی میمونی دافم شفت میکنه با چنگال نمیاد به دستتونی تو فنگا شما جلوی لاتاش ماچی نگه نگنگسا میشینی نرجا بندونه میذاره کونه حرفا رفیقات پشت تو میزنن در جا این یه گیمه که نیستش فیل جنگل نداره قانون جنبا فاتح رفار سنسرافینست تو فامیلی برنامه همینه رو فیس کورتیز میاریم کورسایی هم که این آلبوم داشته همشون به نظرم خفن بوده پولر کف مبنا نمیدیم جریمه تنمه تک ویس کسخار فول بک تو پام ایرفورس همه چی چنیمه غرزی چینت صدات دیسورت خط میندازه رومون حرفای بقیه شت At the door. At the door. یه بیت دریل خارمادر از دهقان و شمرونی و یه ترک گنگ و خفن با یه کورس بال از چرسی کورتیزا خیلی حال کردم. بریم حالا اون ور داستان ترک برو برو با شایان اشراقی. این دومی همکاری چرسی با شایان اشراقی هم هست. ترک اولش طلسم بود با اون موزیک ویدیو عجیب غریبش. بریم ببینیم که این یکی چطوری هست آقا. این یکی احساس میکنم احساسی باید باشه چون شایان اشراقی توشه. درست احساس میکنم. پرودوسر ای مافی. دیگه برو 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 نزدیکم نیا دیگه برو 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 درگیرم نباش بیبی اکست خسته از این رفتن ها دیگه برو 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 نزدیکم نیا نزدیکم نیا دیگه نمیپرم با تو جای هر شبم بعضی شبا رو میخوابم با پرس بالاخره منم مثل تو میکنم جا تو پر منم مثل همونا که میخورم با تو برو درگیرم نباش نمیکنم وقتم و تلفت غیر من خیلی ها هستن بیان الان تو بغلت میسازم از خودم جلوت ارتش یه نفره هرکی اسم تو بیاره میگم اکسم میفنم الان تنهایی بدون تو من خیلی ها هستن بیان الان تو بغلت میسازم از خودم جلوت ارتش یه نفره هرکی اسم تو بیاره میگم اکسم میفنم الان تنهایی بدون تو هم میبینی که زندم یه مش کس و شعر بود میگفتم نباشی میشم بلگت تو این موقعیتم و خودش میگه آقا سرم داغ بوده یه چیزایی گفتی برای دارن زندگیمو میکنه زندم یه مش کس و شعر بود میگفتم نباشی میشم بلگت تو این موقعیتم و دورم پرکیسه بهتره این نقطه ضعفا نمیدن آنتنو توی قصه سر و دست میشکنم بیام با هم الان توی دیتم ببین میچسبم بهم همشون هر روی لذت استرس و بی‌اعتمادیمم که تهی سکتس میشم ستاره و از آسمون میزنم به چشمک دیگه برو 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 نزدیک اوکی جالبه. من اول فکر کردم مثلا یه ترک احساسی عاشقانه است ولی یه جوری دیسلاوه یعنی به قشنگ رو طرف میگه آقا رفتی خدا رو شکر که رفتی من زندگی تازه بهتر شده. دیگه برو 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 درگیرم نباش بیبی اکست خسته از این رفتن ها دیگه برو 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 نزدیکم نیا الان ترجیحم تنهایی بعد تو
تا روزی خوب جمعه چی اگه شد روزان شب میکنم یکم گیت شدم به هم ریختم من خود رفتی و خنده شد عشقت غم باز همه چی چی شد؟ روزان شب میکنم یکم گیت شدم به هم ریختم من خود رفتی و خنده شد عشقت غم باز حاجی اینم که دوباره آرمی توی اف ام بازی شد که اولش داره میگه خدا رو شکر که رفتی، بعد الان دوباره میگه چی؟ میگه رفتی و خنده شد قدغن باز به هم ریختم من خود. رفتی و خنده شد عشقت غم باز همه چی به هم ریخته و لب پرت کن گیر تو این رابطه برو بزا همینجوری بمونه که همه چی درست تره خوب تضاد. دیگه برو نزدیکم نیا این ترک کاملا مینستریم از این آلبومه، یعنی همه آلبوم باید یه ترک مینستریم داشته باشن که همه دوست داشته باشن. مثلا من این ترک رو رادیو جوانی توصیف میکنم که ترکی که باشه هم کسایی که هر از چنگای رپ گوش میدن حال میکنن، هم مخاطبای رپ حال میکنن، هم مثلا یه ترکی که میتونی مثلا چون توی مال بذاری پلی بشه نسبت به ترک قبلی. مثلا برو درگیرم نباش ببی اکست خستست از این رفتن ها دیگه برو نزدیکم نیا و تمام. این هم از ترک برو از چرسی و شاهین اشراقی. ترک باحالی بود، میگم یه ترک مینستریم بود که باید هر آلبومی به نظرم داشته باشه. ترک قبلی هم ترک گنگ و خفن. 2 تا ترک دیگه بچه‌ها از این آلبوم مونده و آلبومو تمومش میکنیم احتمالاً فردا. این آلبوم هم تموم میشه. موازی با این آلبوم داریم آلبوم ایسین هم پوشش میدیم، احتمالاً یه ویدیو از آلبوم ایسین داریم. حالا نمیدونم چنل اولی یا چنل دوم. دیروز ویدیوی ایسین رو چنل اول گذاشتم، لیمیتد شد، مجبور شدم بذارم چنل دوم. اگه ندید حتما برید چنل دوم و اون ویدیو رو ببینید. امیدوارم ویدیویی که امروز قرار آپلود بکنم از ایسین چنل اول بشه. نشد چنل دوم 100% هست. حرف دیگه ندارم تا ویدیوی بعدی. زن زندگی آزادی.